از ماشین‌های عادی تا دکدن در ارگی TJ. ارگی TJ سامانه‌ای که دست به کار است. خواهش میکنم 2 حجره. حاضر میبینم خانم. تنها 1 حجره امان خالی است. مایلش همین خیلی میشود. نامتان رو قید میکنم. التماس. حجره 105 را آماده کنید. مرحمت. تشکر. سلامت باشید. چی شد کمال؟ نه چیزی نیست. نفهمیدم که چرا به خانه نیو به اینجا آمدیم. برای آن که اینجا بی خطر است. حادثه های بسیار رو اثر گذراندیم و من باید همه چیز رو به تو نقل کنم. اقلا به خاطر بی خطری فرزندانمان. اگر اینجا ایستیم از آن خانه خوبتر است. بعد فرزندانمان رو نیز میگیریم. اما پیش از این من باید به تو همه چیز رو نقل کنم. وعده میدهم که این شب به نزد نیلگون میروی. اما اول مرا گوش کن. مرد زنگ میزنه. ممکن است من صحبت کنم. الو مادر جون کجا شدید؟ با پدرم زنگ زدم جواب ندادند. خوبیم پسرم، خواطر نشو. حالا مرا با دقت گوش کن. اگر بیبی در نزدت باشد با من صحبت کردنت را نفهمند. چی شده است؟ خواهرت را 1 لحظه هم تنها نگذار. این شام با نزد شما اومده نمیتوانم، اما بیایم همه چیز خوب میشود. فهمیدی؟ مادر چی شد؟ تینجی است؟ پسرم التماس مرا گوش کن و درک نکنان. خواهرت را تنها نگذار. فهمیدی؟ خوب مایلش ما رو خبردار کنید. چی شد؟ چی گفتن؟ برای چی نآمدن؟ خوب هستن؟ خوبن زیبایک. خواطر نشو. تنها این شب مادرم نمی آیند. همش همین. بیایید ما رویم. خواهر جان مادرم خوب است. به این هم او سخت غمگین شده است. دل شکسته شده است. بهترش ناراحت نکنی. فهمیدی؟ اکا زیبایک حادثه ای که از سر گذراندیم صدمه نبود. کسی میخواهد که ما رو بکشد. ما را نه، تو را میخواهند که بکشند. بله. خواستند که ما رو بکشند. من میدونم که این کاری کیست. کی؟ مادرت فاضل و تمیر. فهمیدم. اگر یگان وضعیتی ناخوش شود مرا خبردار کن. مایلش؟ خیر تا بازدید. مرد چی میگوید؟ از بیمارخانه برآمدند. در خانهشون هم نبودند. پدرم و سوزان همراه بودند. یعنی به من همین خیلی گفت. خوب. به فکرم تابش بولیده است. مادر گمانهای بد نکنه. من هرچی است همون رو میگویم. پدرتون نه در بری اویلش است بلکه در نزد سوزان است. همش همین. خطاهایم رو میدونم، لیکن التجا میکنم مرا ببخش. من رفته دست رویم رو شویم.
من تنها برای به تو یاری دادن اینجا آمدم، نه برای چیزی دیگر. میفهمی؟ تنها برای یاری دادن است. تو چی فکر میکنی؟ قادر حسرت و نیلگون را یک سو گذاشتن نزد تو میآیم؟ تو همین خیل فکر میکنی؟ شاید به هم دیگر یک امکانیت دیگر میدادیم. همین خیل؟ چیزهایی که تو میخواهی در گذشتمان سوزان، در گذشتمان. من بعد من عائله‌دار و صاحب فرزندم. کمال، من به تو احتیاج دارم. تو به کسی احتیاج نداری که ما هر دو این را میدانیم. سبب همه کارهای کردت نیلگون بود. میدانم که عشقی به نیلگون داشتم تو را به این احوال دچار کرده است. برای تو از دستم چیزی که آمد همش را کردم. از تو یک چیز را خواهش میکنم، ما را ناراحت نکن. کمال، حالا ایست، نرو. مرا گوش نمیکنی؟ گوش نمیکنم. من بعد گوش نمیکنم. من بعد یگان چیز را گوش نمیکنم. چی را نقل میکنی؟ با تمیر و مادرم کاری کردت را نقل میکنی. غضبت با تو چی کرد همین را نقل میکنی. نمیخواهم یگان تای آن را گوش کنم. میدانی تو یک کار کرده میتوانی. چیچک و میرت را به آغوش گرفته مادری کن. فرزندانت را به آغوش گرفته به حیات دوام ده. چون که من هم همین خیل میکنم.